میخوای بدونی چرا بعضیا هر روز ثروتمندتر میشن و بعضیا توی فقر میمونن؟ این ویدیو میتونه زندگی تو رو عوض بکنه. امروز میخوام 10 عادت ساده افراد موفق جهان رو بهت بگم که اگر تو هم انجامش بدی حتما موفق میشی. 1. صبحها زود بیدار میشن. افراد موفق همیشه روزشون رو قبل از بقیه شروع میکنن، چون ذهن در صبح خلاق‌تره، تمرکز بیشتره و وقت آزاد داری. ورزش میکنن. حتی 15 دقیقه ورزش روزانه انرژی، تمرکز و اعتماد به نفس رو بالا میبره. خیلی هاشون مثل ایلان ماسک صبحها پیاده روی میکنن. 3. کتاب میخونن. مطالعه روزانه یک ویژگی ثابت در همه میلیاردرهاست. وارن بافت میگه که 80% زمانش رو به مطالعه اختصاص میده. 4. برنامه‌ریزی روزانه دارن. هر شب یا صبح هدفهای اون روز رو یادداشت میکنن. با این کار مغزشون دقیق‌تر و منظم‌تر عمل میکنه. 5. نه گفتن رو بلدن. موفق‌ها وقت و انرژیشون رو صرف هر چیزی نمی‌کنن. به کارها و آدم‌هایی که مفید نیستن به راحتی نه میگن بدون عذاب وجدان. 6. با آدم‌های مثبت ارتباط دارن. اونا با کسایی وقت می‌گذرونن که بهشون انگیزه میدن، نه اینکه انرژیشون رو بکشن پایین. محیطشون رو خودشون انتخاب می‌کنن. 7. از شکست نمی‌ترسن. افراد موفق بارها شکست خوردن ولی هر بار چیزی یاد گرفتن و بلند شدن. شکست براشون بخشی از مسیر موفقیته. 8. قدردانی میکنن. هر روز بابت چیزهای کوچیک شکرگزاری میکنن. این باعث میشه مغز مثبت‌تر فکر کنه و استرس هم کمتر میشه. 9. روی خودشون سرمایه گذاری میکنن. زمان، پول و انرژیشون رو صرف یادگیری، مهارت‌ها و رشد شخصی میکنن. اونا خودشون رو مهمترین داروی‌هاشون میدونن. 10. استمرار دارن. راز نهایی ادامه دادنه. خیلی ها باهوشن ولی فقط افرادی موفق میشن که دست از تلاش بر نمیدارن. خب تو به هم بگو که کدوم یکی از این عادتهای خوبو داری یا اینکه میخوای از فردا شروع کنی؟ برام توی کامنت ها بنویس تا من هم یاد بگیرم. اگر که این ویدیو رو دوست داشتی لایک کن، سابسکرایب هم یادت نره.